و چند شب سخت رو در پیش دارید. سلام و درود دوستان، سیت 2 دکتون هستم. امیدوارم بازی پرفکتی داشته باشه. تارگت ها رو میزنم، 11 رو میزنم، 6 رو میزنم، 9 هم میزنم. بچرخه دیگه. من از اطلاق نقشم نمیترسم و از شهر خراب باشه اطلاق میکنم. بچرخه دیگه. با سلام و از ادب از 1 تا 12 ارادت دارم. امیدوارم بازی خوبی رو در کنار همدیگه با همدیگه بسازیم. امیدوارم بازی خوبی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. تارگت های دلیمو میذارم به 5 بازی، 12 بازی، 7 بازی. تارگت های دلی لطفا به دل نگیرید. کارت طلایی نمیزنم. بازی به چرخه. دارم بازی خوبی داشته باشین. خب اولین بازیشون خیلی یکم بالاخره بزنیم دیگه. میذارم شماره 9 چون که بالاخره اون آخرش با شهر بازی نمیکنه، میاد ما رو میکنه. بزنیم بازی شروع بشه. اون برای چی؟ درود و عرض ادب و احترام دوستان. شماره 5 بازیتون هستم. شماره 2 بازی، 8 بازی و 9 بازی. امیدوارم بازی خوبی در کنار هم داشته باشیم. فرصت شما به پایان میرسه. سلام و عرض ادب. خوشحالم با تو بازی میکنم. همین شماره 5 میزنم. شماره 10 با این 11 که اومدم تارگتش میکنم. شماره 4 هم داداشم رو کاور میکنم. امیدوارم بازی بدون فوش و درگیری داشته باشیم و تارگت های دلی منم 6 4 12 تارگت ها دلیه به دل نگیرید. متشکرم. نفر بعد. سلام علیکم. بازی خوبی داشته باشید. شما نمیدونم اون چجوری صحبت میکنه، چه انگار روبرته. بازی بشه. جدی نگیرین. 100 من شماره 10 بازیه و من درست واسه و امیدوارم شهر بره چون من تفنگ دارم و شیش دارم. صدام گفت 100 گفت باطل شد. سلام و عرض ادب به دوستان عزیز گرامی. در بازی شما غلط کردی این حرف زدی. گفت خوردی. حالا این از این. من تو 10 میزنم، شماره 12 بازی رو میزنم، شماره 6 هم میزنم، شماره با اینکه دیسکانکته ولی احتمال داره باز برگرده. 4 روز یکی میزنم. دکتر حسین هم میخوام با من باید تعامل کنه. خب سلام شماره 12 بازی هستم. خب تاکید داری میزنم برای شماره 10 بازی چون که بال اول این روز ناآگاهی خیلی پست داد. من شماره 5 داشتید ناسا میخواد بکشی. تاکید داری میزنم برای 3 8 دوستان صدا بنده میاد. آقا این صدا بنده میاد. صدا من میاد. سلام دوستان، دارم بازی خیلی خوبی داشته باشید. دوستان اشتغال بازی پرفکت و بدون اطلاق نقش من می‌ذارم. ببخشید حواسم نبود. ناکنین دوستان تارگت های دلی من 11 بازی، 4 بازی، 9 بازی. خب این که جدا از حال 5 بازی لطفا صدا رو فکر نکن که الان دماغتو عمل کرده اینا. صدا به دماغ ربط نداره داداش، از دماغش حرف نمیزنه که. سلام و درود مجدد. 10 رو میزنم، اینجا میاد فوش میده بعد میگه صدام. 10 رو اینجا من میزنم. گفت 100 5 دیگه بازی رو باطل شد. دوباره میزنم. 9 بازی هم میزنم. بچرخید دیگه. اون دیسلایک نده خواهر برادر. دیسلایک نده. یکی بازی با بازی میشه. نه خدا وکیلی. ده بچه ها اومدم میگه من بعد بهش هیچی نمیگی؟ داداش گفته ستام. خب در بازی این چه فاشی نمیدیم. بازی اومد به من رفتی بیرون حوصله بازی نداره. خب به من چه؟ خوش نده. خب ممنونم. آفرین. کل ترن 3 بازی به 10 بازی فوش نده، آخرش گفت صدام. اینو ول کن. نفر بعد. برای قبل چیزای دیگه گفت یه شماره 2 الان این سال زندان برای چی بود دقیقاً؟ الان شماره 2 یه چیزی داره بیرون داره میده. الان داره میده به نظر بچه‌م میومد نمیتونه سرمو خالی بکنه، مجبور بیاد سرمو خالی بکنه. شماره 5 واقعا همونی که میگه مخاطب مورد نظر در دسترس نمیباشه. لطفاً بعد شماره گیر نمایید. صدا تو یه جور داری میکنی احساس جالب بازی ول کردیم. سه میاد چاله گیره به سه توضیح میده
دهه چی گفته ولش کن بسار احسن ستون بابا ول کن ما فرق تو بیا دو بازی بابا بسی فرق بازی در ساده هم که داره میگه فلانی چرا اینجوری فلانی اینجوری میخوای فرق کردی یعنی مافیا میخوایم پیدا کنیم کدوم بدون هیچی در نمیاریم از جمله بسیاریم فرق کردی یعنی مسخره‌اش رو در آوردیم بابا نفر بعد قربونت برم من شماره 10 بازی واقعا زشته. 3 بازی شما دیگه چرا تکرار میکنی؟ 3 بازی آقا ببخشید نمیخوام پشت بدم ریدم تو تیبلتون 3 و 4 یارم من. داداش رادیو زمان این حس میکنم زدم کانال رادیو زمان شما رو پناه آبوسان برو گویندگی کن باز گرفته. همین دیگه لو داد دیگه. نفر بعد لطفا. 5 بازی بدجور سوزونیم حاجی بدجور واقعا من 100 سکه داشتم. حاجی این فوش دادنش هم فرق پول داره. خدا وکیل زندگی سخت ناموسن نکنید. آره بابا من بمبگذار بازیتونم بابا برید بیرون ممنونم. رپ داشت میگو رادیو زمان داره صحبت میکنه. بس نه خب چون میخواستم بگم شما بگم سوالش گرفته نمیدونه چی بگه. کنتم چی شد؟ باره باید گریه کنم اکانتم بالا نمیاد. بوس نیاز. ممنونم. سوالش گرفته داری کسچر تحویل ما میدی نمیدونم اکانتم پرید نمیدونم میخوای صداتو به رخ ما بکشی یا چیز تو اکانتم پرید وای سی اگه پرید من در بازیه ما میریم بریم تو سوال منم عده آنف مامو بساتون در سلام بعد ایران ایجوری فاطمه تخت ما میریم تو فاطیه درد تو سایل فاطیه متشکرم. نفر شماره 5 با این حد زدن مشتری پیدا نمی‌کنین نه یا لو میدین یا بیداری باشه کسخلی دیگه من چیکار بکنم دیگه کسخلی این کسخل شاپادم نداره نه شماره 5 ملی واقعا جالب آجی اپل بازی به شماره 5 عداشو در میاره واقعا جالب آجی واقعا جالب. خانم شماره 5 بازی از این خب شما رادیو جوان چی همه جا استخدامتون شما فقط برو آجی من کاری ندارم. خب آخ چالش گرفت بده از این زنفه چالش بده آجی نمیشه 11 بازی نفهمیدم چی گفت ولی حرفش خیلی خنده‌دار بود. 12 بازی که می چالش دید واقعا جالب. سراغ رای گیری. همتون با هم رفتین بالا دیگه. شماره 5 فکر نکنم بتونی بری رادیو جوان اول بری رادیو جوان بدی. اینجا بعد بدی تا برسی مراحل بالاتر. ببخشید یه لحظه صدای گوشتون رو کم کنیم 4 بازی شما کم نکن. آخه ننه تو رو ندادم فشاری شدی مادر تو گوه میخوری اون شغل من نیست شغل ننته بیا برو ننت از سر کوچه جمع کن مادر 26 به آره خب بای خیلی جالبه 50 خواهر گلم خیلی بال آخه نداری باید داری میگی چیزی که داشته باشی بگو اگر 50 بگو رفقایی که دارن دفاع میکنند حق رأی ندارن. شب میشود. میخواد بزنه یا نه؟ حرفه‌ای 2 تیر داره.